سلام، به کانال موج سلامت خوش آمدید. سیر یکی از قوی ترین آنتیبیوتیک های طبیعیه و فواید سلامتی فوق‌العاده‌ای داره. اما بسیاری از ما نمیدانیم بهترین راه برای استفاده از سیر برای بهبودی از بیماری های مختلف و فواید طلایی سیر چطور امکان پذیره. سیر میتونه بیماری های مختلف رو درمان کنه، اما به شرطی که به روش صحیح مصرف بشه. ما در این ویدیو درباره روش صحیح مصرف سیر برای بهره‌مندی کامل از فواید بی‌نظیر را برای شما خواهیم گفت. با ما همراه باشید. اما قبل از دیدن این ویدیو لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید، زنگوله را فعال کنید تا ویدیوهای سلامتی ما را از دست ندید. یکی از ویژگی‌های فوق‌العاده سیر اینه که آنتیبیوتیک قدرتمندیه که برای عفونت‌های مختلف قابل استفاده است، حتی عفونت‌های ویروسی، قارچی و باکتریایی. مشخصه که آنتیبیوتیک دیگری وجود نداره که این سه ویژگی رو با هم داشته باشه، چون انواعی از آنتیبیوتیک ها وجود دارند که فقط برای عفونت‌های باکتری و برخی دیگر فقط برای عفونت‌های قارچی و برخی دیگر فقط برای عفونت‌های ویروسی استفاده میشه و نمیتوان برای انواع عفونت‌ها به طور همزمان از آنها استفاده کرد. اما سیر میتونه با حداکثر قدرت و اثر بخشی با 3 نوع عفونت‌های قارچی، باکتریایی و ویروسی به شما کمک کنه و با آنها مقابله کنه. اما بهترین راه برای مصرف سیر کدومه؟ سیر منبع عالی آلیسینه که مسئول طعم و عطر متمایز سیره و این ترکیب حاوی گوگرده که فواید سلامتی زیادی برای بدن داره. مطالعات نشون میده که پختن سیر به میزان قابل توجهی محتوای آلیسین و بیشتر مواد فعال موجود در آن را کاهش میده و بنابراین ارزش غذایی سیر کاهش پیدا میکنه. بنابراین ما 2 روش صحیح برای مصرف سیر خام به منظور دستیابی به بالاترین ارزش غذایی و فواید آن برای سلامتی را به شما معرفی میکنیم. شماره 1: بلعیدن و قورت دادن حبه سیر کامل. اولین روش قورت دادن حبه سیره که بهتر آن را با معده خالی قورت بدهیم، چون سیر بر معده تاثیر منفی نمیذاره. در این روش برای کسانی که از درد یا اسیدیته معده رنج میبرند مناسب تره، چون حبه سیر بعد از بلعیدن کامل باقی میمونه و هضم نمیشه تا زمانی که به روده ها برسه و از آنجایی که روده یک محیط غلیایی، سیر متلاشی شده و مواد مؤثر به ویژه آلیسین رو آزاد میکنه. در اینجا اثر بخشی واقعی سیر آغاز میشه، چون به عنوان یک ضد باکتری و ضد ویروسی و ضد قارچی و همچنین یک ضد کرم عمل میکنه که در آن ماده آلیسین به عنوان یک ضد عفونی کننده برای روده ها و کسانی که مشکل کرم روده دارند عمل میکنه و همچنین برای کسانی که از عفونت روده رنج میبرند میتونه بسیار مفید باشه. چندین مطالعه نشون داده که سیر به کاهش التهاب کمک میکنه و یک آنتی اکسیدانه و در نتیجه سیر عملکرد هورمون کورتیزول را تقویت میکنه که به عنوان یک ضد التهاب و آنتی اکسیدان آلیسین عمل میکنه. همچنین به تقویت عملکرد سیستم ایمنی بدن و به کاهش کلسترول بد کمک میکنه. شماره 2: جویدن یا له کردن سیر خام. اما زمانی که سیر را له می کنیم یا می جویم چه اتفاقی می افته؟ وقتی سیر له شده یا جویده شده را می خوریم، اولین چیزی که متوجه می شویم انتشار بوی تند و متمایز سیره که به دلیل متلاشی شدن آلیسینه. بنابراین سودمندی آن تا حدودی کاهش پیدا میکنه. اما خوشبختانه بسیاری از ترکیبات عالی گوگل و آنتی اکسیدان ها را داره که با تحریک گردش خون و قلب و همچنین تنظیم سطح کلسترول و کاهش تریگلیسیرید را به ارمغان میاره. بنابراین ما برای به دست آوردن فواید سلامتی سیر باید نحوه مصرف آن را در نظر داشته باشیم. وقتی حبه های سیر را کاملا قورت می دهیم، از فواید کامل آن برای قلب و عروق و چربی سوزی کامل را از دست می دهیم. اما همونطور که اشاره کردیم فواید بسیاری داره و ضد التهاب و باعث کاهش کلسترول میشه.
و زمانی که سیر را به صورت له شده یا جویده شده مصرف می‌کنیم، بسیاری از ترکیبات گوگردی و آنتی اکسیدان‌ها متصاعد میشه که گردش خون را تحریک میکنه و باعث کاهش تریگلیسیرید میشه و همچنین کبد را از چربی پاک میکنه. بنابراین سیر له شده سوزاندن چربی‌های انباشته شده در اندام‌ها به ویژه کبد را در بر میگیره. بنابراین ما باید سیر را به دو روش مصرف کنیم، یعنی قورت دادن یک حبه سیر به طور کامل در صبح با معده خالی یا خوردن سیر له شده یا خرد شده همراه با غذا و ترجیحاً نوشیدن مقدار زیادی آب با آنه. بنابراین ما به این طریق بیشترین فواید سلامتی سیر را به دست آورده ایم و ما این دو روش را به شما پیشنهاد میکنیم. اگر این ویدیو براتون مفید بود لطفاً لایک کنید و ممنونم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید.